1.5 سال پیش من آدمی بودم خسته، بی انرژی، بی انگیزه، ولی اون یه چیز منو تغییر داد. فکر نمی‌کردم اون چیز بتونه منو تغییر بده و اون ورزش بود. قبل از اینکه شروع کنم همیشه بی انرژی، خسته بودم، تمرکز نداشتم، نمیتونستم سر کارم وقت بذارم، بی هدف بودم، زندگی روتینی نداشتم و از خودم راضی نبودم، نه از بدنم، نه از شخصیتم، نه از روحم و نه از آیندم. اصلا خبر نداشتم چی قراره بشه، ولی یه جا باید این تغییر میکردش. یه روز با خودم گفتم دیگه بس، میخوام یه خورده تغییر کنم، میخوام شروع کنم، حتی اگر قرار باشه شکست بخورم. شکست بخشی از مسیره، اینو یاد گرفتم. ولی این کافی نبود. یه انگیزه همیشه هست که تو رو وادار میکنه به ورزش کردن. برای من از یه شکست شروع شد، از شکست، و فهمیدم که از شکست نباید ترسید، بلکه باید از اون درس گرفت. پس شروع کردم به ورزش، داشتن روتین و داشتن زندگی سالم. آره اوایلش خیلی سخت بود، تمرین نمی‌کرد بدنم، خسته بودم، بی انرژی بودم، حال نداشتم برم باشگاه حتی، ولی باز انجامش دادم. بهونه رو گذاشتم کنار. بهونه بخش مهمی بود. تو اگر بخوای هر چیزی رو بهونه کنی، اینجوری کل کارا عقب میمونه. من امروز بی انرژی ام، من امروز حال ندارم، من امروز درس دارم. تو 2 ساعت از روزتو میخوای بذاری برای این ورزش تا زندگی تو تغییر بده. اما یه چیز رو یاد گرفتم که فقط ادامه بدم، فقط برم توش. اون 2 ساعت روزمو که میذارم برای این ورزش، فقط اون 2 ساعت رو بذارم برای خودم، برای آیندم، برای انجام روتین، و اینو نباید تغییر داد. این روتینا بودش که نم منو آورد بالا. نم شدم اینی که الان هستم و هنوز خیلی کار دارم تا اون نقطه ایدئالم برسم. خیلی کار دارم. وقتی بخوای به یه نقطه بالایی برسی، باید پله پله بری بالا. نمیتونی یه دفعه بپری بالا. من الان یه پله رفتم. همین ورزش پله رو برای من ایجاد کرده بود. بعد از هلوش 3 یا 4 ماه کم دیدم رفتارم داره تغییر میکنه. بدنم که به کنار، که بدن یه چیز عادیه موقع ورزش تغییر کنه، ولی دیدم که رفتارم داره تغییر میکنه. اینو میتونستم توی مواجهه با دیگران ببینم، با دیگران صحبت کنم، راحت تر، اعتماد به نفس بیشتر. دیدم یه جایی دیگه داره یه خورده کار میکنه. دیدم تغذیه‌ام داره کاملا درست میشه. دیدم دیگه میل زیادی به فست فود و غذاهای چرک و روغنی ندارم. وقتی از خواب دیر پا میشم حالم بده. اینجا بود که فهمیدم باز یه چیزی داره این وسط یه کارایی میکنه که من بهتر شم. و الان بعد 1.5 سال به این رسیدم که اون ورزش بود. باعث شد که تمرکزم روی درسام بیشتر بشه، باعث شد که بهتر بتونم زندگی رو بفهمم، هدف برای آیندم بذارم، به بقیه نگاه کنم، به پدر مادرم نگاه کنم، توجه کنم. الان دیگه مثل قبل نیستم. بیش از هر وقت دیگه حس میکنم که زندم. میتونم ارتباط برقرار کنم، میتونم ارتباط شکل بدم. از مشکلات فرار نمیکنم، باهاشون سعی میکنم روبروشم و بجنگم. از دور خودم رو بیشتر نگاه میکنم. و این به نظر من تاثیرات ورزش بود. ورزش فقط این نیستش که عضله بیاری و بزرگ بشی. ورزشی که مغزتو تغییر بده. فکر کردی چرا هر کس که میاد درباره ورزش و روتین داشتن و ژورنال نویسی حرف میزنه معمولا فرد ورزشکاریه؟ شاید یکی از اثرات همین ورزشکار بودنشه که اینقدر با اعتماد به نفس و سبک زندگی سالمی داره. ولی بی انرژی بودن بود که انگیزه میداد. تو میگفتی بی انرژی ام، پس برم ورزش کنم. حال ندارم، پس برم ورزش کنم. شادم، پس برم ورزش کنم. غمگینم، برم ورزش کنم. افسردم، برم ورزش کنم. فقط ورزش کردن مهمه. فقط کافیه از یه حرکت ساده شروع کنی. از چند تا شنا کف اتاقت، از چند تا دراز نشست، از پیاده روی، از دویدن، از طناب زدن، از هر چیزی. فقط شروع کنی. مهم نیست چه ورزشی. همه ورزش‌ها کاملا قابلیت خودشونو دارن. مهم خودتی. برای خودت ورزشکار شو. و در آخر اگر چیزی رو میخوای که تا حالا نداشتی، باید براش کاری انجام بدی که تا حالا نکردی. مراقبت کنید.